روزی روزگاری مجلس فینیتو برگزار شدندی تا درباره موضوعات مهم فینیتو صحبت بنمایندی. آقایون لطفاً سر جاتون بنشینیدندی. میخواییم لایحه بودجه فینیتو را بررسی بنماییم. شل گلابی نخور. قال با تو هم سلفی نگیر. کت خدا آقا فرمودید بودجه، یاد یه شعری افتادم. شاعر میگه که نفت ارزان و غم نان و حساب کت خدا، خالی شد جیب من و جیب تو و جیب ماها. احسن، بنده هم یه بیتی همین الان به ذهنم رسیدندی. میفرماید که الا یا ایها روستای بیگانه، تحریم تو کت خدا را دیوانه. طیب الله. در ادامه یه شاعر دیگری هم میفرماید که ساقیا خدمت آقا. اینجا شاعرش منظورش کت خدا آقای فینیتو است. میگه که ساقیا خدمت آقا بده یک کاسه جام، پر کن از زهر و بریزان به گلویش بر جام. حالا این شعرنه رو داشته باشیدندی. گندم ارزان شده شولار گران، تورم 50% شده مردم کف خیابان، از بیت کت خدا بلند شده بوی الرحمن، پس زودتر جمع کنیم بساطمان را برویم خانه مان. طیب الله. خب دیگه برای امروز کافیه. بررسی لایحه بودجه فینیتو تموم شد. آقایون نماینده لطفاً فردا سر وقت تشریف بیارین. میخوایم یه چند تا لایحه دیگه هم بررسی کنیم. لطفاً دفتر شعراتون فراموش نشه ها. فردا هر کی شعر نخونه مجبورش میکنم بیاد این بالا 6 و 8 بخونه. خریدم هرچی نازه اما بازم آخر کار، بده کارم بده کار، آخ گرفتارم گرفتار.